شاگردان محترم با دقت شما امروز موضوع درباره وضع گزارش به اقتصاد رقمی در جمهوری تاجیکستان رسانده می شود. ما همگی خوب میدونیم که کشور ما تصمیم گرفته است که به اقتصاد اینوواسیونی روی آورد. یعنی اقتصاد رقمی در برتری از اقتصاد عنعنوی افضلیت‌های خیلی زیاد دارد. خب ما در اینجا می‌بینیم که یک گروه دانشجویان ما در دست همون واسطه‌های تکنیکی به کجای حرکت دارند. اینجا سمت روش آنها است و در اینجا ما می‌بینیم که به چیز نائل شده‌اند. یعنی که سیر و سیاحت کردن در فضای مجازی باید خودسرانه خود ناآگاهانه نباشد. یعنی ما تصمیم گرفتیم که به اقتصاد رقمی گذاریم. برای گذاشتن به اقتصاد رقمی ما باید جزءهای را دانیم که اینها از چی عبارت است. یعنی که تمام فعالیت اقتصادی دولت و نظام نو با استفاده از تکنولوژی اطلاعاتی معاصر، برنامه‌های معاصر که همونطوری پلتفرم‌های رقمی گذرانده می‌شود. مرحمت اسلاید دیگر را گذرانید. خب در باره اقتصاد رقمی عالمان جهانی از قبیل جاستین تیودو، نرندر مودی و شبکه‌های تجارتی تعریفی خود را گفتند که شما آنها را در اسلایدها به خوبی می‌بینید و هر یک اینها جزءهای اساسی اقتصاد رقمی را خوب موشکافانه به ما ارسال داشتند، فهمانیدند. خب بعد اسلاید دیگر رو گذارید. خب اصلا نام اقتصاد رقمی در اول هم تو به ما آمده نرسید. یعنی که وی از چه ها عبارت بود، یعنی آنها رو عالمان متفکران چه ها پیشنهاد کردند. از بس که وی اقتصادیاتی بعد صنعتی است، یعنی که صنعتی 4.0 در آن است، ما آن را اقتصادی فراسنتی گفتیم. خب یعنی که آن اقتصادی هست که ما آن را دیده نمیتوانیم، با دست داشته حسابات آن را ورق نمیزنیم، بنابراین ما را اقتصادی ویرچوالی گفتیم. و باز از بس که در شبکه کامپیوتری است، ما آن را اقتصادی وب گفتیم. و از بس که تکنولوژی اطلاعاتی دستاوردهای آخرین علم و تکنیک را اسم برد، ما آن را اقتصاد انفرماسیونی، اقتصاد نو، اقتصاد شبکه‌ای، اقتصاد دانش گفتیم. خب و همین نام‌ها را ما در یک جا جمع‌بست کردیم. البته نقطه نظر عالمان و متفکران جهان بود که آن را نام نهادند با اقتصاد رقمی. در زبان انگلیسی آن نامش دیجیتال اکونومیک است. دیجیتال اکونومی. خب یعنی این اقتصادی هست که از اقتصاد عنعنوی فرقیت کلی داشته، برای به دست آوردن ثمره بیشتر روانه شده است. خب مقصد اساسی اقتصاد عنعنوی خودش چی است شاگردان محترم؟ این به دست آوردن فایده است، یعنی ثمره است. اما وقتی که ما در آن تکنولوژی رقمی را استفاده بریم، اندستری 4.0، اقتصاد الکترونی، اقتصاد سبز، همه اینها رو در یک جایگی ما یک همچون مجموعه در اقتصادیات وارد میکنیم، ثمره آن از اقتصاد عنعنوی بیشتر و زیادتر خواهد بود. مرحمت اسلاید آینده. خب خود اقتصاد رقمی از جزءهای از کامپوننت‌های عبارتند که آنها خب پلتفرم‌های رقمی. خب به پلتفرم رقمی ما به اقتصاد رقمی وارد شده نمیتوانیم. یعنی پلتفرم رقمی چیست؟ این مجموعه برنامه‌های کامپیوتری هستند که یک ساحه معین را به خود وارد کردند. یعنی همین ساحه محاسبات شما امروز رقمی شده است توسط یک اسم محاسبات، یا اینکه ساحه معارف ما رقمی گردیده است، همه اون مؤسسه‌ای که به آن وارد شدند توسط پلتفرم یه دانش. خب ساحه اندازه‌دانی ما رقمی گردیده است توسط انداز تیچی. هر یک شخص صحیفه خود را دارد، هر یک اندازه‌بر میتواند طریق آنلاین اعلامیه خود را پیشنهاد کند و انداز خود را طریق آنلاین غیر نقدی پرداخت نماید. خب آن از جزءهای پلتفرم‌های رقمی، کیبر بخطری، اینوواسیون و استارتاپ ها، تکمیل قانونگذاری، آماده‌سازی کادرها و تکنولوژی اطلاعاتی، اینترنت و ارتباط، مخزن اطلاعات، تجارت الکترونیک و ذهن صنعی عبارت است. در بین همه اینها برای ما اقتصادشون از همه مهم چی است؟ پرداخت‌های غیر نقدی. وقتی که ما با اقتصاد رقمی که گذاشتیم، اکنون در اونجا دیگر پرداخت، خرید و فروشی بین مؤسسه‌ها اساساً فرمان تحت رقم 586 جناب عالی محترم پیشوای ملت پرزیدنت کشور امامعلی رحمان درباره تغییرات بخشیدن به پرداخت‌های غیر نقدی در ماه ایولی سال 2023 به تصویب رسانید که آن در آنجا قید کرده است که تمام خدمت‌رسانی‌های دولتی باید غیر نقدی کرده شوند. و امروز من شما بینید تمام پرداخت‌های آب و برق و کارز و خدمت‌رسانی‌های گمرک و جریمه‌های و دیگرها رو در مؤسسه‌های طبی و مؤسسه‌های تعلیمی همه شرطنامه‌های و تمام عهدهدارای خود را در نزد دولت غیر نقدی پرداخت میکنیم و در یک وقت باز معاش‌های خود را
از اون ادرارپولی شما همچنین غیر نقدی گرفته می شود. انا همین مهمترین عنصر در اقتصاد رقمی برای ما اقتصادچون یعنی پرداخت‌های غیر نقدی است. خب از همه جای مقام معین رو ذهن صنعی اشغال میکند و امروز متاسفانه همین ذهن صنعی جای ذهن طبیعی ما رو گرفته ایستاده است. این عامل خوب نیست و باز ضروری هست. یعنی این عامل چی است؟ مثلا ندانسته ایستاده بودن ذهن صنعی به هر یک کار و هر یک چیزهایی که به ما لازم و نالازمند. ما یگان مسئله مرکبی را که حساب‌کنی‌های زیاد را طلب می‌کند، وقت زیاد را طلب می‌کند، به ما اجازه است که ذهن صنعی را استفاده بریم. نه به آن معنی که همون سپارش کاری مستقلانه را که استاد از فن تکنولوژی انفرماسیونی به شما داده است روید حتما در ذهن صنعی آن را گیرید با خود بیارید. این البته اپتیمالیسم نیست، بهتر کنانی نیست، ثمره نمی‌دهد. یعنی در روند آموختن علم استفاده از ذهن صنعی به ما ثمره نمی‌دهد. یعنی که ما می‌دانیم که تمام دانش‌ها امروز در پلتفرم‌های رقمی هستند. یعنی همون تلفن موبیلی شما هم هنگام رسانیدن پیامک‌ها همون علامتی نشانه ای یعنی که ذهن صنعی پیدا می‌شود و هم اون به شما کمک می‌کنه برای نویساندن پیامک. انا شما کوشش کنید که اول دانش‌های بازوی نظری را در ذهن خود جای کنید، بعد بگذارید به ذهن صنعی. خب همچنین در پیام آخرین سال 2025 گزارش به 2026 جناب عالی محترم امیرعلی رحمان دستور دادند که سالهای 2025 2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام گردیده شود و بعدتر سنه 10 ژانویه سال 2025 تحت فرمان مخصوص جناب عالی ما همین گونه فرمان رو هم به دست آوردیم که در آن سالهای 2025 2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیا اعلام گردید. خب برای ما معمای از همه مشکل در آن همین است، یعنی که اینترنت و ارتباط. خب اینترنت و ارتباط کلید موفقیت اقتصادی رقمی ما است. تا وقتی که ما همین شبکه اینترنت پرقوت کم وابسته را نداشته باشیم ما به هدف‌های اساسی اولی گزارش به اقتصاد رقمی نائل نمی‌گردیم. خب یعنی که وقتی که ما اقتصاد اینوواسیونی داریم تمام فعالیت خواجگیداری ما در همین چی است؟ در شبکه است. یعنی که آن به طور دیجیتالی است، رقمی است. و وقتی که ما سرعت سوس داریم در نظم مزاج ایستاده پرداختمون نمیگذارد، یک منتظری زیاد می شود. این البته از صورت سوس اینترنت است و ما همینجا با کمی چیکار میکنیم خجل میشیم که یا شاید ما در حساب مبلغ نداریم یا اینکه دیگر و همین یک روندی کمتر پاوزه را به وجود میارد در رشد اقتصادی رقمی. مرحمت سلاید دیگر. خب ما زینه گزارش به اقتصادی رقمی رو چند مرحله با جدا کردیم. یعنی که اولین انسان از چی آغاز کرد؟ در عصر سنگ از اختراع آلات‌های مهنت. بعد سپس در اساس عالمان آسیای میانگی ما یعنی که البرونی خوارزمی گذاشتند به مکانیک کنونی و سپس به اتمی کنونی و زینه آخرین گزارش به اقتصادی رقمی است. یعنی که تمام اتوماتیک کنونی مساحت گلوبالی میگذارد به رقمی کنونی. همینطور ما تعریف اقتصادی رقمی رو به شما پیشنهاد میکنیم که در آن اقتصادی رقمی این ترانسفورماسیا، معنی کلمه ترانسفورماسیا این تبدیل دهی است. یعنی که شما همین گونه فیلم های را هم دیدید ترانسفورمر ها، یعنی ترانسفورماسیا یعنی که تبدیل یابی، یعنی که اقتصادیات بر شکل گلوبالی تبدیل مییابد. یعنی که از روشکه و قلم و حساب کنک و کالکولاتوری عادی یک تبادلات میکند با فعالیت اقتصادی شبکه‌ای، یعنی که با رقمی تبادل کرده با سطح نوی رشد میگذارد. خصوصیت های مثبت این اقتصاد در آن است که شفافیت، امنیت و رشد استوار اقتصادی تامین کرده میشود.